آقا سلام، صبح بخیر. ساعت 6:16 صبح، روز یکشنبه، روز تعطیل تو بازارهای جهانی. فقط تو بازارهای جهانی ارزهای دیجیتال طبق همیشه با ارزهای دیجیتال 24 ساعته بازن دیگه. بیت کوین هم زیاد نوسان نداره، رو 110,000 دلار اینا داره میچرخه. اتریوم هم 877. فقط یه خورده که نه، خوب زیکش مثبت‌های خوبی داره میخوره. تو این چند وقته گفتم هم زیکش تو این ارزهای خوب میشه. بعد از اون تریدایی که ما چهارشنبه باز کرده بودیم هنوز داریمشون، حالا ضرر دادیم توشون ولی هستیم هنوز. یه مقدار زیادی بود ضررم خیلی کم شده، الان فعلا توشون هستیم. اینم سواپاشه، حدودا $10 همش رو هم سواپاشه. این نرخ چند روزی که خورده فعلا هستیم با اینا. قربون احمد.